شماری از جوانان پس از فراگیری یک دوره آموزش 6 ماهه هنر حکاکی نورستانی از سوی یک مؤسسه خصوصی با نمایش ساخته‌های دستیشان در کابل فارغ شدند. مسئولان این نهاد آموزشی میگویند که جهت بلند بردن ظرفیت جوانان در بخش‌های مختلف آموزشی فعالیت میکنند. برنامه کندنکاری یا حکاکی نورستانی یکی از پروژه های ما بود که ما به مدت 6 ماه به 12 نفر از جوانای کشوری را تدریس دادیم که توسط از این پروژه یک تعداد جوانا به شکل مستقیم و خانواده‌های از یا به طور غیر مستقیم از این پروژه ما مستفید شدند. شماری از فارغان میگویند که طی 6 ماه هنر حکاکی نورستانی را به صورت درست فرا گرفتند و میتوانند در بازار کار فعالیت کنند. چند ماهی که اینجا آموختیم و درس گرفتیم، حالا مطمئنا میتونیم هنر بهترین به شکل بهتر همین هنر کندنکاری نورستانی را کار کنیم و تدریس کنیم و بهترین کندنکاری را انجام بدیم. خواستم از امارت اسلامی هی است که زمینه کار را به جوانان مساعد کنه، برگزاری نمایشگاه در این حرفه باشه، بخش کندنکاری نورستانی و همچنان دوره‌ها یا کارگاه‌های آموزشی را به جوانان مساعد بسازه. برای این فارغان در کنار توزیع سند از سوی این نهاد خصوصی وسایل حکاکی نیز توزیع شد.